به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام ایران. بنابر آمار سیسکولوژی سازمان ملل، بعد از شیطان رجیم، ران زخیم، پستان حجیم و باسن عظیم بیشترین عامل انحراف در مردان می باشد. با آمارهای دیگر خدا نگهدار. سلام، من امورزام و اینجا خالازانک اومدیم با یه برنامه جدید. کلی سم باحال داغ از تو انور در اومد، از اکسپلور در اومده. امروز داشتم اکسپلور رو شخ میزدم، خلاصه رسیدم به این عزیزان دل. بریم یکم عزیزان دل رو مشاهده کنیم، بیشتر شخمشون بزنیم. سلام علیکم. پندو خانوم هم هستن با خور رو پفاشون. اگه استرس داری اینو بخور، اگر عصبی هستی و پرخاشگری اینو بخور، اگر دست و پات گزگز میکنه و کم خونی اینو بخور. من کلی مریضی لاعلاج دارم، همه جام گزگز میکنه، اصلا کلا کم خونی، گزگز، همه چی. تب کنم شاید که درمانم تو باشی. آفرین به شما دکتر، آفرین. شب یلدا، شب عشق و شب شور و ترانه، شب گل خنده ها، گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ، شب می، شب تنبی، شب می، شب تیک تیک مستون، سرآغاز زمستون، شب بزم شبونه، انار و هندونه. این زندگی ساده، ستونای خونه رو دیدین، آینه کاری رو دیدین، کاری به هیچی ندارم. تا از الان شمع رو روشن کردی به شب یلدات میرسه، خرمال وسط گلدون. مگه خونه ناصرالدین شاه قاجاره؟ چرا با خودتون این کارا رو میکنی؟ این هیچی تو زندگیش نفهم. تو همینجور نفهم و خواهد دنیا بری. لطفاً به پارتنرتون نگین رابطه جنسی میخوام، باید بگین به قول احمدرضا احمدی یه دفعه قرار بذاریم بشینیم آه بکشیم. چی؟ احمدرضا احمدی یادم رفت، اصلا تمرکزم رو ریخت به هم. فقط تونستم برم روی ریتم جوادی اساریش. عزیز دل، یه بار قرار بذاریم بشینیم، فقط بشینیم، من تمرکز کنم تا حرف بزنم. سلام بچه‌ها، ما از دوباره اومدیم بالا. تیکا این مساله بگیرید دکل بود او گرفتیش؟ این دکل کوچیک‌ترو، این چراغو. تیکا که تخمه من تو اما دورت بگردم، تو بالا چی کار میکنی؟ من این ویدیو رو وسط این همه ایشونوش دیدم، الان برای بقیه ویدیو دست و پام میلرزه، احساس میکنم این 100 بار قرار بیافتم پایین. اون بالا چی کار داری؟ اونم ستایی دمپایی رو دیدین؟ با اون دمپایی تو اون بالا داریم آخه. اون چیزی که تو داری ما فقط حرفشو میزنیم، تو خیلی داری. چه شجاعتی، چه جسارتی. هر وقت دیدی هوا بارونیه ساعت رو بده دست عمود، دایت کولر رو روشن کنه، بشین توی یخچال خامه بادنجون بخور. با اجازه مجدد ببینیم. من نفهمیدم این عزیز دل چی گفت. ببینیم شاید خودش دوباره بگه یه بار دیگه. هر وقت دیدی هوا بارونیه ساعت رو بده دست عمود، دایت کولر رو روشن کنه، بشین توی یخچال خامه بادنجون بخور. فهمیدم چی گفت ولی نفهمیدم چی گفت. چرا باید خامر با بادمجون بخوریم؟ چرا کنترل رو بدیم دست عمو دایی خاله رو روشن کن؟ چی شد؟
آقا من نبدونم ولی هرچی بگو خیلی قشنگ بود. خلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت همه کارمو گذاشتم برای بعد درد شدم. نه عیدت من ترسم. چی؟ برادر من ترسم برادر مرگ. رفتم ترا در هستم در حالت جنگم و خستم در. مادر جان خدا بهت صبر بده. صبر ایوب زمان صبر توه. لا اله. چی میکشی از دست این بچه؟ آمریکای کثافت. سلام دوستان عزیز، میخواستم یه خبر عالی بهتون بدم. بالاخره آقا احمد از من خواستگاری کرد و ما الان داریم میریم محضر. ساعت 6 صبح و میخوایم عقد کنیم و میخواستم بهتون بگم که دیگه من نمیدم، مزاحم من نشید، دیگه در خونه من نیاین. دوستتون دارم. یا علی بفرست براش. منم خوشبخت شدم. سانتا آوای مثل چشمام من بد مراقبتم تا ته قصه عشقم عاشقتم. اینم خوشبخت شد رفت سر خونه زندگیش. ما با 37 سال سن. خوش به حالت. انشالله به پای هم پیر شی. بچه‌ای که خیلی طرف دارن از شورت و سوتین و لباس خواب و اینا رو میدونن، همه رو میدونن. اگر بدونی اینو یه بار فیلم اینو گذاشته بودم تو کانالم. فیلم های همه اینا رو گذاشته تو کانالش. انواع رنگ بندی، انواع جنس، کالیته های مختلف. فقط نمیدونم چرا فقط به ما اینش رسید. بریم یه دور ببینیم کانالش رو برگردیم. کار بکنی؟ خیلی هم میگن چهره خوبی نداری اما مثلا شما یه کاری بکنی چهره‌م اوکی بشه. باش. کار در اومد. 100% مراقبت کن. کار در اومد؟ تو یکی دیگه ای. واقعا از خودت مراقبت کن. تو با قیافه اول یه محل رو میتونی ببندی، با قیافه دوم یه محل رو برات میبندن. تو اولی داشیات هواخواهتن، تو دومی داشیات دوست دارن. چقدر تغییر نکردید شما. تأثیر تخم کتان در بزرگ شدن میمیاتون 10 برابر بیشتر از دوست پسرتونه. پس عاقلانه تصمیم بگیرید. شما اگه از بدن تولد تا الان روزی 1 دانه اون تخم کتانی که گفتی میخوردی، ما به تأثیرش که الان گفتی پی میبردیم. یه نگاه به خودت بکن، بعد تجویز پزشکی بکن. لال نبشی وزنم خودم به در و دیوارا. آیا میدونستی که تو هر سنی میتونی رو انعطاف خودت کار کنی و حرکت 180 رو به راحتی بزنی؟ فقط کافیه که روش زمان بذاری. بیا تا بهت یاد بدم. این حرکت رو تعداد بالا انجام کامل باید ببینین، یاد بگیرین، تمرین فشار به کنین. پایین، صاف، فشار به جلو و کم کم سعی کن پاتو بیشتر بدی عقب و بیشتر بیاری جلو. صاف، فشار به جلو. زیر زانوت یه یوگا بلاک بذار و سعی کن پاهاتو تا جایی که میتونی به باسنت نزدیک کنی. اگر خواستی که فشار رو بیشتر حس کنی میتونی از دستت کمک بگیری. کامل خودتو فشار بده به پایین با کمک یوگا بلاک. کامل بشین عقب، کامل به ساید، کامل به عقب.
به نصایح استاد گوش کنین. من برم تمرکز کنم. خوب گوش کنین، انجام بدین تمرینات، من برم تمرکز کنم. تو این کره زمین میدونید من چند تا دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و بهیار و دادگاه و معلم و کلی آدمای معروف و محبوب دیدم که اهل سریعت فروش صدام کردی شما خود اهل چی نیستی؟ چشا رو دیدین؟ چرا موه اینجوری بود؟ چرا این هیچیش به هیچیش نمیخوره؟ این با کی کار داره؟ استغفر الله. یه سوال حاضرین به خاطر 1 میلیارد تومن محکم بزنین تو گوش من؟ 1 میلیارد 500 بده من میزنم. 500 پول بدن همه کار میکنی. علی پسر خوبی باشی علی از اینو بخور. پسر خوبی باش. علی آقا علیه پسر خوبی باش. این جایزه داره برات. علی نگهدارت باشه. گلوشو بگیر خفش کن. خوشحال شدم. ویدیوهای این هفته رم دیدیم. ویدیوهای سم اکسپلور امروز رو دیدیم. موند یه ویدیو که به عنوان خداحافظی بریم ببینیم. صارت العالم